قصه مادر و فرزند. مادر بیمار می شود و ساعت 12 شب پسرش نزد بالین مادر می آید می نشیند. مادر با رنگ زرد و با نگاهی با رحم به فرزندش می نگرد و با آواز خسته لرزان می گوید: چی شد پسرم؟ چرا خواب نیستی؟ پسر می گوید: مادر، از آواز نالش شما خوابم نمی برد. اگر علاجش باشد آچه جان، کمترک پس نالش کنید. کمی منو کلی نتان نبیرهایتان خواب کنیم. سحر من به کار دولت می روم، زنم از پس شما می شود. نبیرهایتان به مکتب می روند. مادر با چشمان اشکالود می گوید: میلش پسرم، به حضور خواب کن. می گوید. پسر خواب خوش گفته به خانه خوابش می رود. به حضور خواب می کند. سحر از خواب خیسته نزد مادر می آید و پیش مادر می نشیند. آچه خیزید، روز شد، نهاری کنیم. می گوید. مادر باشد بر وقت جان را به حق تسلیم کرده بود. پس از چند ساعت مادر را به خانه آخرت می برند. وقتی که پسر به خانه بر می گردد، زنش به او مکتوب دراز کرده می گوید: این را از تگ سر مادرت یافتم. پسر مکتوب را می کشاید، می خواند: پسرم، جانم، هستیم، دنیایم، بود و نبودم. مرا ببخش که امشب تو را ناراحت کردم. همراه زن و فرزندانت نماندم که خواب کنید. اما جانی آچه، زمان تو خرد بودی. مرا هر زمان گریه کرده از خواب بیدار میکردی. من باشم با مهربانی ها، با الله های شیرین تو را تا سحر خواب میکردم. از همه تو را بالا میدانستم. چون جانم دوستت می داشتم، نمی ماندم به پایت خاره خلد. اگر بیمار می شدی تا سحر دختری تو می شدم و بالای سرت می نشستم. باز روز می شد، از پس کار خانه گاو و مال، روب و چین نان پختن می شدم. یک بار هم اوف نگفتم، تو را خفه نکردم. اما امشب از سبب پیریم بیمار شدم، تو را ناراحت کردم. خواب کنی نماندم. اکنون فهمیدم که تو کلان شده ای. دیگر احتیاج به من پیر ناتوان نداری. پسرم، تا امروز از خداوند برای تو همه چی را طلب می کردم و امشب باز خداوند را طلب می کنم که جان مرا گیرد و تو را دیگر ناراحت نکنم. خدا این خواهش مرا به درگاهش کاش قبول کند.
با دعای همیشه نیک مادرت. پسر از مکتوب را خواندن فهمید که همه چیزش را از دست داده است. سوی آرامگاه مادر دوید. بالای قبر مادر داد و فریاد میکرد. بخشش میپرسید اما فایده نداشت، چون که دیگر مادر خاموش بود، جواب نمیداد. ابداً خاموش بود. به گورستان نظر کردم. صباح شنیدم ناله و افغان آه. شنیدم که سر با خاک می گفت که این دنیا نمی ارزد به کاه.